اگه امروز نه مهارت دارین، نه سرمایه، نه تجربه و فقط یک موبایل یا لپتاپ دارین، این ویدیو دقیقاً برای شماست. بیشتر ویدیوهای یوتیوب فقط میگه که این کارو بکنین، یه ابزار استفاده کنین، اما هیچ کس نمیگه که کدام مسیر برای چی آدم مناسب است. امروز میخوایم که صادقانه بگوییم که اگر صفر مطلق هستی، کدام مسیر هوش مصنوعی رو انتخاب کنین و کدام مسیرها فقط وقت شما را تلف میکنه. قبل از AI، قبل از ابزار و قبل از کسب درآمد، یک سوال خیلی مهم وجود داره: خود شما چی تیپ آدمی هستین یا تایپ شخصیتی شما چگونه است؟ چرا که یک مسیر برای همه مردم جواب نمیده. شکست خیلی ها به خاطر انتخاب اشتباه مسیر است. من مسیرها را به 4 تایپ شخصیتی واقعی تقسیم میکنم. مسیر اول: این مسیر برای کی خوب است؟ از تکنولوژی میترسی، کدنویسی رو خوش نداری، ولی صبر و حوصله داری، بهترین انتخاب تولید محتوا با کمک هوش مصنوعی است. ابزارهای مختلفی وجود داره، مثلا چت جی پی تی به خاطر متن، کانوای به خاطر طراحی، کپ کت یا مثلا پیکتوری به خاطر ویدیو. کار شما چی است؟ چیکار میکنین؟ پست اینستاگرام، ویدیو یوتیوب، ریلز، شارتس، تمام اینا. و درآمدتون چه قسمی باشه؟ میتونه درآمدتان از مدیریت پیج باشه، تولید محتوا به خاطر دیگرها باشه، و یا مثلا حتی از یوتیوب باشه. به همین سادگی. مزیتش چی است؟ کم ریسک است دوستان عزیز. یعنی شما ریسکی خاص انجام نمیدین، خصوصا مناسب برای مبتدی ها یا کسایی هستن که تازه کار هستن. رشدتان آهسته می باشه ولی پایدار می باشه. این مسیر برای کی خوب است؟ ایده داره، طراحی یا نوشتن خوش داری، ولی نمیخوای که در تصویر باشی یا دیده شوی. بهترین انتخاب فریلنسری با ای آی است دوستان. کارهایی که انجام میتین طراحی با کانوا ای آی، نوشتن متن با چت جی پی تی و ساخت ویدیو با ای آی میباشه. پلتفرمایی که میتونن کار کنین مثل فایور، اپورک و یا مثلا پیپل پر هاور، تمام این پلتفرم‌ها میتونن به شما کمک کنن. البته دوستان، یک نکته مهم در این قسمت بر شما بگم که 90% مردم شکست میخوره در این بخش. چرا که نمونه کار ندارن و خیلی زود ناامید میشن. و شما این دو تا موضوع رو در نظر داشته باشید. اگر زود ناامید میشی، نتیجه فوری میخوای، باید بفهمین که هیچ مسیر درست و سالم درآمد فوری نداره، اما نزدیکترین مسیر خدمات سریع با ای آی است، مثل ساخت پوستر، ادیت ویدیو، نوشتن کپشن. همین بخشا این رو باید بگیم دوستان عزیز، ای آی کار شما را تا 5 برابر سریعتر انجام میده. این مسیر برای کی است؟ برای کسایی است که دوست دارن عمیق یاد بگیرن، عجله ندارن و آینده نگر هستن، یا به اصطلاح کسایی که لانگ ترم پلن های خودشون رو داشته باشن. بهترین انتخاب تخصص ترکیبی با ای آی می باشه. به طور مثال مارکتینگ همراه ای آی، یا به اصطلاح بازاریابی همراه هوش مصنوعی، نویسندگی همراه ای آی، ویدیو همراه ای آی. همین بخشا. این مسیر شاید به شما دیرتر پول بده، اما پایدارترین و پردرآمدترین روش کسب درآمد است. و مسائلی که اگر صفر هستی نباید بریم. صادقانه باید بگیم اگه فعلا مبتدی یا تازه کار هستین، فعلا سراغ اینی روش ها نرین. مثلا ترید کردن با ای آی، ساختن ساز، NFT و کریپتو و یا مثلا خیلی پروژه های پیچیده. چرا؟ چون که ریسک بالا داره، نیاز به دانش زیاد داره و خیلی زود شما ناامید خواهید شدین. خب یک جنبندی کلی کنم. اگه صفر هستین، ساده شروع کنین، یک مسیر انتخاب کنین، حداقل 90 روز در اون مسیر ادامه بدین. دوستان عزیز، هوش مصنوعی راه پولدار شدن سریع نیست. هوش مصنوعی ابزار ساختن مسیر واقعی کسب درآمد است. در کامنت هم نوشته کنین که کدام مسیر بیشتر به شخصیت شما میخوره. تا ویدیو بعدی، موفق کامگار باشین.